خوشگلند ها. شدن توی این قسمت اولش بچه ایناست. قرار تبلیغش رو انجام بدم. یه سری فرم چارم و دستبند و چیزای این شکلیه که خیلی خوشم میاد از اینجور کارهای دست. خلاصه که خیلی دوست دارم از اینا. موزیک تبلیغش گذاشتم، حتما حمایتش کنید. یه بستای خوشگل جذابه. این از این خفنه بسته بندش. نگاه کنیم از نزدیک. من بعدم حالا توی این اینستا آنباکسش میکنم. نگاه کنید، اینم هست. خیلی نازن. میتونم باید قریب داغون رو من ویدیو میکنم براتون. احتمال به سخت اصلا بالا. Girl, if I can play the guitar 널 위한 곡을 수천 개는 더 아마도 앨범을 한 6장은 내지 않았을까 네가 내 가사가 되면 Then I'll make a love for you I will slip in like I should 진짜 대박이죠. خوشگلند ها. همه رو متینه. یه بسته انقدی داره. یه بسته انقدی. یه شده خوبه. خوشگله نه؟ شلوارای معروف هم ما داریم دوستان. سری دوربین حس میکنم لک داره. کاری که امروز باید انجام بدم بگردنم به واسا نوشتن جزوه انگلیسی، نوشتن جزوه کره‌ای. مثلا تو لیست می‌نویسم. من یک آلزایمری به تمام معنا، به تمام معنا، تمام، خیلی زیاد.
پارو میزنه. خب بچه ها، اسپانسر این ویدیو پیج بقالی هلو یعنی پیج خواهرم متین هستش. به هم یه ژل شستشوی صورت داد که هفته 1 الی 2 بار باید مصرفش کنم و پوستای مرده صورتم رو از بین ببرم. این کار باعث میشه که پوستم بهتر و روتینی که انجام میدم خیلی خفن تر باشه. میتونین این محصول رو بچه ها از پیج بقالی هلو سفارش بدین و بچه ها به غیر از این ژل میتونین کلی وسیله پوستی دیگه هم ازشون بخرین. ماش رو گلبتون. 대박이잖아. 비 오면 올수록 너무 좋아요. 아니거든. گرفتم برای متین. من خوشگلم میدونی؟ این چقدر خوبه. اینو دست بزن. نه بچه یه دونه ساندویچ گرفتم و یه دونه اسنک سوسیس برای متین. دانش رو نداره. خریدم برسر. من یه ذره قیافم داغونه برعکسی. غذای ما گود چگو ولی سیزمینیش یه ذره بچه ها پخته نبود. GPA با هم دیگه بخونیم. نمره GPA یک نمره هسته که بین‌المللیه و زمانی که شما میخواین برای کشور خارجی درخواست بدین برای تحصیل نیازمند این نمره GPA هستید. نمره GPA یک نمره هستش که از 0 تا 4 داره که بر اساس یک سری لول بندی ها هست و هر کشوری متناسب با حالا سیستم نمره خوده اون نمره رو برمیگردونه اصطلاحاً به نمره GPA و مشخص میکنه که این شخص از نظر نمره میتونه یعنی صلاحیت این رو داره که برای مثلا فلان کشور مثل کره جنوبی درخواست بده یا نه. این نمره بندی توی کشورهای مختلف از A مثبت یا همون A پلاس تا F که حالا تو کشور ایران بر اساس یک سری چیزا ما این نمره بندی ها رو داریم. میگم من براتون اینجا میذارم نمره بندی ها رو که ببینین که A مثبت چقدر میشه، A چقدر، B چقدر و چیزای این شکل. اول از همه بچه‌ها شما باید ببینین که میخواین به کدوم کشور درخواست بدین و بر اساس همون کشور GPA نمرتون رو در بیارین و به دست بیارین. اگه مثلا یک کشوری میخواین برین امکان داره که نمره هایی که توی دیپلمتون یعنی 3 سالی که توی دیپلمتون ذکر شده رو ازتون بخوان، یعنی همشون رو ها. و شما با توجه به اون چیزی که من براتون اینجا گذاشته بودم توی سایت
اسکولارشیپ GPA میشین که من براتون سایتش رو توی دیسکریپشن میذارم که ببینین چه شکلیه و نحوش هم الان من بعدش بهتون نشون میدم که باید چه شکلی تبدیل کنین. نکته مهم این هستش که حواستون باشه ببینین که برای کشور مد نظرتون چه نمره‌ای از GPA رو نیاز دارن. مثلا برای کره جنوبی باید نمره GPA تون 2.64 به بالا باشه که بتونید درخواست مثلا بورسیه کره جنوبی رو بدین که KGSP و حالا چیزای این شکلی هستن. و بچه هر چقدر که شما نمره GPA تون بالاتر باشه شانس قبولی طبیعتا بیشتری دارین. بچه توی دوره زبان زیاد GPA مهم نیستش، ولی خب بازم نیازه که شما نمراتون رو برگردونین. مثلا یک دانشگاه‌های مثل اسکای اگه بخواید ثبت نام بکنین، چون یه مقدار دانشگاه‌های اصطلاحاً معروفی هستن، برای دوره زبانم یه ذره امکان داره سختگیری بکنم، ولی بازم یه ذره است بچه‌ها، اکثرا میتونین قبول بشین. این از نمره GPA بچه‌ها. بچه‌ها شما باید مقدار واحدی که اون درس داره رو بنویسید. مثلا توی انسانی، منطق و اقتصاد و چیزای این شکلی یک واحد داشتن دیگه، شما باید اینجا یک واحد بنویسید. مثلا بنویسید یک. گریدتون مثلا منطق توی سال آخر شدین مثلا 20، شما اینجا 20 نمی‌نویسین بچه‌ها، می‌نویسین A مثبت. و بچه‌ها در آخر هر چقدر که می‌خواید اضافه کنین این قسمت رو می‌نویسین و بعدم اگه بخواید چیزی رو پاک کنین این قسمت رو می‌زنین و در نهایت وقتی می‌خواید جمع ببندین هم این قسمت رو میزنین که اینجا من فقط چون یک نمره وارد کردم و من میگه که من 4 میشم.